ما همون آدمی بودم که یکم آدمی که 2012 در مابین یک جهان گفتم که شیطانی واقعی در تاجیکستان است. این امام علی رحمانه. این پدنالت کثیفی حرام که این روز مردم تاجیکستان سایپا کرد، همه زواد به فابریکا را یک آهن پاره کرد پرتاب، در مابین خیش سوارش همه تاجیکستان جدا کرد، مال مردم هر شب و روز میدزده، حرکت میکنه، غارت میکنه، نمیمونه که مردم سرش بلند کنه. نموند در تاجیکستان نه زواد نه فابریکی پدنالت از خود نکنه. اینا سرشوی ندارن این پدنالتو، اینا غم مردم نمیخورن، یا گپی بلند گپ بلند میگوین که برای مردم میکنم، برای خلقم میکنم. پوست شو بکن تک خوبه میبینیم، پوستی بالا شو بکن پدنالت میبینی که یک خوگی خالی است. این آدمی هسته که از ملتی ما نیسته، از دینی ما نیسته، از فرهنگی ما نیسته. این که در اطراف دجال بچه ها را جمع کرده که ما را حمایه کنیم. ما و شما میتونیم که وطن ما آزاد کنیم. دوستای عزیز، ما همون عمر هستم که تا از اول تا آخر قسم خوردم که مبارزه ما تا وقتی هسته تا ما در این دنیا چشم میبینم نفس میکشم، ما بازی همین رژیم مبارزه میبرم. ما دیگه عمر نیستم. ما همون عمر هستم که وقت ساعتش آمد برای ملتم جان کیده، ما با یک آوازی بلند میگم که خداوندو دمت تو همین جان دادی، همین جان تو همین وقت میگیری. من مبارزه بردم برای خودت، برای که این آدم بازی تو دشمنی کرد، بازی تو رفت، بازی ملتی من رفت، بازی فرهنگی من رفت، بازی وطنی من رفت. ما با همین خاطر حرکت میکنم که مردم بخیزین گفته. این روز ما جان خود تسلیم میکنم که خداوند تو مرا بنده بگی. ما گناهگار هستم، واقعیت گناهگارم. تو پروردگار رحمان رحیم هستی و طرف تو هر یک انسان دست بالا میکنه. خدایا جانی مرا با حرمت و با عزت بگی، مرا بنده بگی. گفته همین از مبارزه، همین از که در مابین هزار سالها آدما پیدا میشن برای حق گپ میزنن، برای حق خودشون میگن، برای ملت و فرهنگ و دینش میگن. همین از که خداوند اونا چی رحم میکنه، نظر میکنه. دوستای عزیز، ما هر باری که میشنوم گپاتون، ما بازم میگم که ما یک چیز شما برای ما حرام است. ما ملک یک جای شما بگیرم برای خدا نخدم. و اگر که وقت و ساعتش آمد، وقتی که همه ملکی ما تمام شد، دانی ما تمام شد، ما در قدر برم کار میکنم، نمیدونم هر کاری که دست نبیایی که زندگی من پیش برم. نو برای شما ما میگم این روز روزی مبارزه هست. این روز وقتی هست که شما باید چی قوت با قوت بگی. این روز مبارزه با ضد شما هست. این رژیم شما را نابود میکنه، همتون تنها به تنهایی. شما بی وطن بمونید، شما بی فرهنگ بمونید، شما نسلتون در به در میشود. دین در سرزمین تاجیکستان ما برهم میخوره. این روز هست امکانیت که ما و شما حرکت کنیم که وطن ما آزاد کنیم. دوستای عزیز، ما از شما خواهش دارم به خاطر من نخیزیم. ما یک شخص خاکی هستم که در این دنیا هستم یا که نیستم. هر ساعت میتونم جانم تسلیم کنم. شما بخیزیم برای دینتون، بخیزیم برای فرهنگتون، برای ناموستون بخیزیم. زیرا پگه شما وقتی که نمیخیزیم، وقتی که من نمیشم در این دنیا، وقتی که شما را در زندان محکم میکنن، وقتی شما تایی شتا میکشن، با قنداق افسمت لفت کوب میکنن، وقتی موتون میگیرن، وقتی شما میفهمید که شما بیناموس میشوین، در اون وقت هزار بار پشیمان میشوین که وقتی ساعت بود که من میتونستم با همون عمر علی قطعی قوت با قوت بیستم مبارزه برم که وطن ما آزاد کنم. برای دوستای عزیز، افسوس، 100,000 افسوس میکنیم، نیکیم دیر میشود. زیرا که این پدرآمد رحم نداره، این ایمان نداره. در وقت خودش پیغمبر خدا محمد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که خدای ما را نگه داره که کسی که مثلا در قدر رب بفهمه که دجال میده باید از پیشش بگریزه. زیرا که دجال گپ نمیفهمه، آیات قرآن نمیفهمه، سخن شیرین نمیفهمه. هر کسی که با او رو پروش دین شاید دستش میته. مالی همین نمود آدم هسته که شما همتون ای دستون میتین، ناموستون ای دستون میتین، دینتون ای دستون میتین، فرهنگتون از زمینتون ای دستون میتین. بعد میفهمین که من چی میگم در شما. من از شما خوبتر میکنم. امام علی چی ای قطعی اولادش، قطعی دامادش. از این واری دجالی پدرآمد در جهان نبود. این آدمگری نداره. ما از مابین شما نه، من در مابین اینا بودم. من میدونم که اینا عزت و حرمت ندارن در دین. اینا فقط عقل فکرشون در دیگه کارا هستن، در کارای حرام هستن. مرحمت دوستای عزیز، شما شنیده بودین که
در مسئله پامیر را چقدر مردم اکوش بخاطر چه کشتی قدر آدم در ماه شهید رمضان چیزی که شما شاهد بدین که بچه خواهش رفتن رسیدن در مابین هیچ کس آواز کشیده نتونید، هیچ کس حمایت کرده نتونید کودک، هیچ کس نتونید که دختر سرش بلند کنه که همیشه تغییر نشده. این روز دوستای عزیز ما از شما چی خواهش میکنید؟ شما دیدین 10 قانونی که بدین دین اسلام بود، شما خودتون دیدین که مال مرا وقتی گرفتم اسناد را همش عوض کردم، به قانون، به سود، به یگان آدم، به شهید مال یک آدم کشیدن گرفتم. این خودش غیر قانونی گپ است. همین نمود زن گیره میکنه، همین نمود همه ما و شما خاموش بیستیم تا که ما و شما که باید نکنیم ناموس خودمونه، مال خودمونه، دین خودمونه، فرهنگ خودمونه، تاریخ خودمونه، زمین خودمونه. دوستای عزیز من میندارم از شما، توکل به خدا. این روی مبارزه است، هیچ گپی نیست. چقدر که شما زیاد دعوت میکنین همین قدر قوتای ما و شما زیاد میشه. چقدر که شما زیاد حرکت میکنین در رستوران هم تو مصرف نمیکنین، در یک جای دیگه نمیخورین، میره در روی حق میپرسین، خداوند در شما اجر میده. دوستای عزیز ما از شما میندارم، تشکری میکشم برای این قدر روزایی که قسمت صحبت میکنین، این قدر قسمت سوال جواب میکنین. رحمت کلام در شما میدم. یک کمی دیگه ماندگی است برای مبارزه وزنی برای ما و شما. یک کمی دیگه ماندگی است. بیاین یک دست شویم، بیاین با اتفاق باشین، بیاین حرکت کنیم که وطن مناظر کنیم. زیرا امام علی برای وطن ما و شما دیگه هیچ کدام نمیتونه به غیر از غارت کردن. ان شاء الله.